سرخط خبرهای مهم. اعلان 2 روزی ماتم در رسانه‌های دولتی تاجیکستان. بازداشت یک مرد برای بسیار نکوهی. دستور حبس نتانیاهو و 3 راهبر حماس و جلب رانندگان و مهندسان تاجیک برای کار در تاتارستان. سلام بیننده های گرامی، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید. دوامی چند دقیقه بعدی آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را تقدیمتان می‌سازیم. امروز سه‌شنبه 21 می. کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برای 2 روز از پخش موسیقی در رادیو و تلویزیون های دولتی خودداری می‌کند. نورالدین سعید رئیس این نهاد گفته است که خودداری رادیو و تلویزیون های دولتی تاجیکستان از پخش برنامه‌های فراغتی با ادای احترام به مقامات بلندپایه ایران که بر اثر یک صدمه به هلاکت رسیدند ربط دارد. این نشانه همدردی و تسلیت حکومت و مردم تاجیکستان به مردم دوست و هم فرهنگ ما ایران است، شرح داده است رئیس کمیته نورالدین سعید. ابراهیم رئیسی پرزیدنت ایران روز 19 می در صدمه چرخبال هلاک شد. در این حادثه به جز پرزیدنت ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی این کشور، ملک رحمتی رئیس ولایت آذربایجان و علی هاشمی امام خطیبی ولایت تبریز و 4 سرنشین چرخبال هلاک شدند. گفته می شود امروز در سفارت ایران در تاجیکستان هم روزی ماتم اعلان شده است. محمد مخبر معاون پرزیدنت تا برگزاری انتخابات دوام 50 روز وظیفه پرزیدنت را در ایران اجرا خواهد کرد. پس از مرگ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این کشور، اجرا کنندگان این 2 مسند معین گردیدند. من بعد محمد مخبر جلسه های هیئت دولتی ایران را که روزهای یکشنبه و چهارشنبه برگزار می شوند راهبری خواهد کرد. بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت مرگ رئیس جمهوری این کشور و یا پیش آمدن واقعه دیگری بر سر او که در نتیجه آن نتواند تا بیش از 2 ماه به سر وظیفه خود برگردد، معاون اول رئیس جمهور مسئولیت‌های او را بر عهده می‌گیرد. علی باقری یاوری وزیر کارهای خارجی اجرا کننده وظیفه وزیر امور خارجه ایران تعیین گردید. بر نوشته خبرگزاری‌های ایران انتخابات در این کشور روز 28 ایون برگزار خواهد شد. دادستان دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت سازمان ملل متحد از این دادگاه خواسته است که برای حبس بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و 3 راهبر حماس دستور دهد. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل نیز اسمش در این فهرست هست. در این اظهارات مقامدار دادگاه سازمان ملل متحد، بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع این کشور را برای در گرسنگی نگه داشتن مردم غزه، کشتار ساکنان و دیگر جنایت‌های جنگی متهم شدند. ظاهراً اسرائیل از این تصمیم دادگاه سازمان خبر داشت و مقاماتش از پیش نگرانی داشتند که چنین تصمیم اعلان می شود. در همین حال ضمن نشست خبری هم در دوشنبه سفیر حکومت خودگردان فلسطین در تاجیکستان از کمبود غذا و گرسنگی در این کشور اظهار نگرانی کرد. سفیر حکومت خودگردان فلسطین در تاجیکستان از احوال بدی مردم و پناهجویان در نوار غزه صحبت می کند. لوای ایسو در آستانه 76مین سالگرد نخوه یک خیزش مردمی فلسطینی ها ضد اشغالگری اسرائیل روزنامه‌نگاران را به نشست خبری دعوت کرد. در حال حاضر در سرزمین فلسطین آدمان از گرسنگی می‌فوتند. این حرفها سخنی خالی نیست. حقیقتی تلخ است که مردم فلسطین از سر می‌گذرانند. صدها ماشین‌های کلان باربر در حال حاضر در دیدبانگاه‌ها توقف کردند و نمی‌توانند که یاری خود را برسانند. یگان کمک به نوار غزه وارد نمی‌شود. مردم از گرسنگی اذیت می‌کشند. سفیر تشکیلات خودگردان فلسطین گفت صرف نظر از قانون و قاعده‌های بین‌المللی اسرائیل مانع ورود کمک‌های بشری به غزه می‌شود. او کشورهای غربی را تنقید کرد که به قول او این همه را نادیده می‌گیرند و برعکس به اسرائیل کمک می‌کنند. اسرائیل میگوید هدف اساسیش نابود کردن گروه حماس است و نمی‌خواهد کمک‌ها به دست این گروه رسند.
برخی از دولت‌های غرب با تکرار از اسرائیل طلب می‌کنند راه کمک‌های بشری را باز نگاه دارد. کمک‌ها و یاری‌ها عموماً به مردم نمی‌رسند. نهادهای بین‌المللی عاجزند از تطبیق قراردادهای خود. اما در همین حال همه آب و غذا و یراق به مردم اسرائیل و یا یراق به آسانی می‌رسد. ما شاهد آنیم که سازمان‌ها کمک‌های خود را به سرحد غزه می‌برند ولی نمی‌توانند به نوار غزه وارد کنند. دیپلمات فلسطینی گفت از حمایت تاجیکستان از فلسطینیان اظهار قدردانی می‌کند. در بابت دولت‌های آسیای مرکزی و یا جمهوری تاجیکستان همین را می‌خواستم بگویم که فشارها نسبت این دولت‌ها هم هست. من می‌خواستم اینجا گویم که ناوابسته به همه دولت‌های آسیای مرکزی سر اول جمهوری تاجیکستان پشتیبانیشان را احساس می‌کنیم. در همه آن چاره‌بینی‌های بین‌المللی که می‌گذارند و در همه آوازدهی‌های بین‌المللی که نسبت قضیه فلسطین می‌گذارد جانب تاجیکستان از فلسطین پشتیبانی می‌کند. ما این را درک می‌کنیم و از تاجیکستان منتدار هستم. تاجیکستان از قطعنامه پشتیبانی کرده است که به آتش‌بس فوری در نوار غزه دعوت می‌کرد. آن را مجمع عمومی سازمان ملل روز 27 اکتبر سال 2023 پذیرفت. جنگ گروه فلسطینی حماس و اسرائیل از 7 اکتبر سال 2023 به این طرف ادامه دارد. اسرائیل ماه اکتبر سال گذشته پس از حمله حماس به خاک این کشور به غزه حمله کرد. در حمله حماس به گفته مقامات اسرائیل 1200 نفر کشته و بیش از 200 نفر گروگان گرفته شده است. در حمله های اسرائیل بیش از 35,000 نفر در غزه کشته شده است که یک بخش بزرگشان زنان و کودکان بودند. تاتارستان رانندگان و مهندسان تاجیک را به کار جلب کردن می‌خواهد. مقامات نقلیاتی هر دو کشور در این باره سند دخلدار به امضا رساندند. این سند در دایره فروم بین‌المللی اقتصادی روسیه جهانی اسلام کازان فورم بین وزارت نقلیات تاجیکستان و وزارت نقلیات و خواجگی راه‌های تاتارستان روسیه به امضا رسید. وزارت نقلیات تاجیکستان خبر داده است که تاجیکستان و تاتارستان به موافقه رسیدند تا برای جلب کارمندان صاحب اختصاص از تاجیکستان در ساحه حمل و نقل مسافران شرایط مهیا می‌سازند. اینچنین با موافقه ترتیب بود و باش شهروندان را با کفالت اجتماعی تامین می‌نمایند. انتظار می‌رود که عملی گردیدن یادداشت امضا شده برای شهروندان تاجیکستان در تاتارستان صدها جای‌های کاری با شرایط زیست و زندگانی مساعد، معاش خوب، دسترسی به حفظ اجتماعی کارمندان و غیره را فراهم می‌آورد. آورده شده است در خبرنامه وزارت. شهردار اصفهان تاجیکستان بهاویدین بهادرزاده و رئیس ناحیه بودکند قرقیزستان اوچخونبک جورابویف در مرز ملاقات و امنیت جمعیتی را بررسی کردند. در حکومت ناحیه بودکند روز 20 می گفتند که واخوری جانب‌ها در دهه اقصی صورت گرفته است. شهردار اصفهان و رئیس بودکند در جریان ملاقات به سازش رسیدند که فعالیت مقامات حفظ حقوق دو کشور پرزور و برای پیشگیری از حادثه‌های گوناگون در منطقه‌های مرزی به خصوص در رابطه با برگزاری زنگ اخیر در مکتب‌ها پترول‌های مخصوص تشکیل کرده شود. در ملاقات نمایندگان نهادهای قدرتی دو جانب نیز حضور داشتند. تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 900 کیلومتر سرحد دارند ولی بخشی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز بارها برای آب و زمین و چراگاه با هم جنگ و مناقشه کردند و همیشه یکدیگر را در سر زدن حادثه‌ها گناهکار می‌کنند. وزارت کارهای داخلی از بازداشت شرفجان نصرالدینوف یک ساکن ناحیه رودکی با تخلص قاری رجبالی خبر داده است که به قلابی متهم می‌شود. به گفته مقامات قاری رجبالی به هر خانه با مقصد دعاخوانی می‌رفت کردار ناشایان صادر می‌کرد. مقامات خبر داده است که این ساکن ناحیه رودکی تا این دم 3 زن را از جمله یک نابالغ را به نکاح خود درآورده است و به گفته وزارت کارهای داخلی روزگارش را از حساب زنانش پیش می‌برده است. او در یگام جا تحصیل دینی رسمی نگرفته ولی در مسجد قزاقخان ناحیه سینا همچون قاری فعالیت داشته است.
خود گمانبرشونده در نوار تصدیق میکند که با عوض مبلغ دعاخوانی میکرده است، ولی به نکاح خود در آوردن 3 زن را از نگاه اسلام درست گفته است. حالا نسبت شرفجان نصیرالدینов پرونده جنایتی باز شده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می‌دهد. یکم می سال 2014 در نزد ریاست کارهای داخلی خاروخ تیراندازی به عمل آمد که در نتیجه آن 3 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات رسمی گفتند این درگیری هنگام تلاشی بازداشت یک گروه گمانبر شده در قاچاق مواد مخدر رخ داد، ولی به دنبال این تیرپرانی ازدحام از ساکنان خاروخ با طلب رهایی بازداشت شده ها و مجازات خادمان آمان به نزد بینای اداره امور داخلی بدخشان ریختند و بینای پلیس و امنیت و دادستانی به کام آتش رفت. 21 می سال 2014 پارلمان تاجیکستان بندی الهیده را به کودکس جنایی کشور وارد کرد که بر اساس آن جوانانی که برای جنگ‌ها در خارج کشور جلب و شرکت می‌کنند مجازات خواهند شد. چون این مجازات در حال قبول شد که به اعتراف مقامات تاجیک 2000 شهروند تاجیکستان زیر پرچم گروه ممنوع دولت اسلامی در سوریه و عراق اشتراک کردند. 21 می سال 1945 آوازخوان معروف نیگینا رئوفова تولد شده است. او 65 سال عمر دید و به حیث یک خواننده آهنگ‌های مردمی نام برآورد. نیگینا رئوفова که زاده یک روستای دوردست فیض‌آباد بود، برای بسیار دخترهای هنر و موسیقی دوست نمونه عبرت برای تحصیل کار گردید. بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 119 سومانی، 100 یورو به 1179 سومانی و 100 دلار به 1085 سومانی. بیننده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه، اما شما می توانید دوام روز در سامانه و صفحه های اجتماعی رادیو آزادی خبر و گزارش های نو را پیدا نمایید. تا فردا، خدا نگهبان شما.